خواستها برای جغلاندازی و اسفالت سرک‌های مخروبه در ساحه گومالی بازار و آهندره شهر طالقان مرکز تخار. شماری از باشندگان حوزه اول شهر طالقان در حالی که از کار و برنامه‌های انکشافی امارات اسلامی در این ولایت ابراز قدردانی می‌کنند، اما از نهادهای مسئول می‌خواهند تا سرک‌های مخروبه ساحه گومالی بازار شهر طالقان را جغلاندازی و اسفالت نمایند. ما مردم بسیار زیاد نیاز داریم، بسیار زیاد ضرورت داریم به همین سرک که جور شود. باید کسایی که مریضای بسیار جدی داره، عمده داره، کسایی که بخش ولادت است، بخش تکلیف قلبی داره، از اونجا تا شفاخانه رسانده نمیتونه. تقاضای ما از دولت همی است که اینمی سرک به ملت جور کنه. سرک واقعیت خیلی خراب است، مردم نمیتونند با یک راحتی از این سرک عبور شوند. در این حال شمار دیگر از باشندگان محل تاکید میکنند که این سرک اهالی ده ها قریه دور و نزدیک را به شهر طالقان مرکز تخار وصل می سازد و آنان در 4 فصل سال به دلیل خراب بودن آن و موجودیت سیلبرد در رفت آمد و انتقال مریضان محصولات زراعتی مخصوصا میوه‌جاتشان را با مشکلات جدی روبروند. از 20 قریه بالا است و اینجا میرن لطبان دوشمر تودان این منطقه بسیار واسیست است. اینا دولت اینا توجه کنه که این سرک منظور کنه. از سوی دیگر مسئولان در ریاست احیا و انکشاف دهات تخار میگویند پیشنهادات و نیازمندی های باشندگان حوزه آهندره و گومالی بازار شهر طالقان را به خاطر جغلاندازی و اسفالت سرک ساحه گومالی بازار و آهندره را با نهادهای مسئول و مؤسسات همکار شریک خواهند ساخت. اداره انکشاف دهات در تلاشش با دریافت بودجه از سوی وزارت یا مؤسسات همکار سرک‌های گومالی بازار و وسایل سرک‌هایی که مشکل دارند در مرکز طالقان وسایل رسولی ترمیم و جغلاندازی نماید. گفتنی است ساحه آهندره و گومالی بازار شهر طالقان شامل 10 قریه می باشد و باشندگان این ساحه اکثریتشان زراعت پیشه و باغدار هستند و همچنان مردم محل در قسمت انتقال نمک از معدن نمک لطبند از این سرک استفاده می نمایند.